غفور تاریخ بسیار داره. خاطره‌اش نوشته، خاطره‌اش گرفتن ندادنش نمیشه. گرچند میگه که امروز محبوس هم که باشم، من گنرالی چی بدم در جنگ و کانفلیکت های شکدگی ما باید قطعی آدمایی باشم که با مقابل و ما جنگ کردگی ما قطعی هم وشتگیم. مالی مرا شنوندن میگه یک کامره دا بشنونم که خودم باشم یک کس دیگه. من همین خاطره را بنویسم 100 سالها پس در کار میشون میگن. هر 6 ماه پس پیش داده رو میدرم. 3 ماه دستاویز میبرم، 6 ماه پس پیشش نزدش وخری دیداربینی میکنیم. چه نگاه داشتگی رژیم ترما نمیبرویه، به همون رژیم ترما هستی. یک چیز ناراضی همین ژورنالیست شما که همین استاتیای 305 خیانت به دولت. هیچ وقت من خیانت به دولت نمیکنم، یگان فرزند من نمیگم که خیانت به دولت کنه. مرا ننویسن که خیانت به دولت کرده. هر جا میدونن که در چی گپ بگنشون که همین خیانت به دولت مرا ننویسن. حکمش در دستی من یازینم 28 تا چی داره، پونکت داره، همه چی داره قریب. آدم کشی داره یک تا سیلا خیلی اگه بیاین ما همی راستی گپ با همی چی پالیتیکا گفتی گپ و ارارش نشیم. این کاری دولت دارو هنه در این موضوع حکم برآوردگی ها خیلی کدام ارمیه به سلاح میشوند. دوداری ما فقط میشینم و میدرم پیش چی میگه؟ یگان گپی زیادی در کار نیست. ما گناه کردم، موافق گناهم ما جزا میگیرم، جزا گرفتم. با روزش میشوه که جزای من معین میشوه. ما هیچ که گناه چی نیستم، گناه خودم گذشته. یک چیز در من ناراضیم میوید که روزی که غفور در درونی ترما غلطی داد با پرزیدنت مکتوب مینویسه، مکتوبش نمیروه. با دستگاه پرزیدنت با پرزیدنت نوشته نمیروه. همین انصاف دیانت کنن همین رهبرا. ما این همین قگپ همین دوداری مرا برون نماینده های پروکراتور های، نماینده های اوبوسمن های برون یک بار وخریش کنن. ادوکات چه بمونن بدرایا پیشش آخی، ادوکاتاش بدراین. نماینده های اوید مکتوبایش که رایی میکنن، مکتوباش رایی کنن با پرزیدنت. خیلی بخونن میخونن، نخونن هیچ گپ نی آخه. همین مکتوبه ولی حقوق دارن نوشتن مکتوب ده، زنده ای آخه بنویسن رایی کنن. ما این همی کار چی داریم، مقصد داریم.